Давай, мужчина. Давай, характер. On the second tatami, quarter-final contest winner, Otabe Turoyev, Uzbekistan. On the second tatami, quarter-final contest in weight category under 100 kilograms, Bozbayev Islam, Kazakhstan. Namazayev Almanbek, Kyrgyzstan. Осторожно, Акедян, осторожно. همی 100 کیلوگرم با پهلوان ازبکستانی بکمراد التبایف نبرد کرده ایستادند. البته برخورد هر دو این پهلوان رو ما چندین مرتبه مشاهده کردیم. بکمراد در مرحله اول نماینده چین رو شکست داد. تیمور رحیموف باشد آزاد بود و همکنون هر دو آگاهی دارند. اینجا یک حرکت تیمور رحیموف نزدیک بود به وزاری ولی برایش امکان دست نداد. در رقابت بین خودی هر دو این پهلوانان تیمور رحیموف پیشرفت‌تر است. پیروزی ها بر جانب پهلوان ما است و امروز باشد همکنون در قاره آسیا هر دو میانی هم نیروسنجی کرده ایستادند. پهلوان ازبکستانی پهلوان 26 ساله خیلی یک پهلوان پرقوت است. امروز باشد بر مقابل تیمور رحیموف روی گله می‌آید. اصلا اگر از جهت نتیجه ها گیریم از تیمور رحیموف دیده نتیجه های او پستر هستند ولی امروز گپ سر آن می رود که در همین رقابت کی موفق می شود. اینجا اصول بوقی کردن را تیمور میخواست استفاده برد اما موفق نشد. هر دو مربی‌ها اونجا توصیه میدهند که چگونه باید پهلوانان نیروسنجی کنند. تیمور رحیموف از یکی از پهلوانان خیلی خوشنام و درخشان تاجیکستان است که امروزها البته پیوسته در مسابقه های مختلف کوشش میکند که نتیجه های ارزنده را به دست بیارد. اینجا یک حرکت التبایف شبختانه تیمور برای او اجازت نداد. خب او میتواند که اصول بوقی کردن را خیلی خوب استفاده برد اما اینجا داور باز می‌دارد. تیمور دو مرتبه در میان جوانان آسیا مدال نقره را صاحب شده است در قهرمانی آسیا. با جزانه که از قهرمانی جهان نشانی برنجی دارد میان جوانان.
از گرند اسلم ها نشانی نقره و 3 نشانی در مجموع. و امروز برای موفق شدن در قاره آسیا نبرد میکند. تیمور رحیموف در قاره آسیا همکنون موقع اول رو اشغال میکند در رده‌بندی. این مراتبه برای پهلوانی ما دشوار افتاد نبرد با آلتیبایوف. یادوار میشیم دوستان عزیز که تیمور رحیموف از اینجا حرکت تیمور در ثانیه های آخر وزری کار کرد و خوشبختانه میتواند که همین پیشرفتی خود را ادامه دهد. حرکت خیلی خوب بود از جانب تیمور رحیموف. تیمور رحیموف چون گفتیم در دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان هم تحصیل کرده است، از آنجا کسب تجربه کرده است، دست پرور این درگاه است و امروز هنر و مهارت خود را نشان میدهد. خوشبختانه برای تیمور رحیموف همون یک وزری که صاحب شد، وزری او را غالب آورد و راه خود را به دور نیمه نهایی میبرد پهلوانی ما. خوشبختانه امروز ما دست تیمور رحیموف را بالا دیدیم و او راه خود را به دور دیگر هموار کرد. دوستان عزیز، در مرحله نیمه نهایی تیمور رحیموف با نماینده ازبکستان همکنون روی گلیم میآیند. الکی یک نماینده ازبکستان را تیمور شکست داد، آلتیبایوف را، و امروز بر مقابل نماینده دیگر این کشور شاهرخ بختیاروف نیروسنجی میکند. تیمور رحیموف الکی از آغاز رقابت خود را خیلی فعال نشان میدهد. تیمور رحیموف با جداگی سفید است، نماینده ازبکستان بختیاروف با جداگی کبود نیروسنجی کرده ایستاده است. خب اینجا البته که تیمور نسبت به حریف ببینید خیلی فعال است، خود را خوب نشان میدهد. چون هنگام در دانشکده تربیت جسمانی تحصیل میکرد تیمور رحیموف، میان دانشجویان مسابقه ها میشد شرکت میکرد، خیلی واقعا هم مهارت والا نشان میداد. یعنی از همون دوره جوانی و نورسی معلوم بود که این پهلوان آینده درخشان دارد و بعد از تحصیل در دانشکده تربیت جسمانی تمرین در آنجا و امروز ببینید که به یکی از پهلوانان خیلی خوب مبادل گشته است و امروز برای نشان طلای قهرمانی آسیا حرکت دارد و بعد از شکست دادن این پهلوان ازبکستانی تیمور امکان دارد که به فینال رود. آنجا چون ما اگر توجه کنیم یا کاکاورو از ژاپن یا آتهوهو از مغولستان نیروسنجی خواهد کرد. اما برای تیمور ضرور است که قبلا همین حریف ازبکستانی اش را از صد راه خود بردارد. حریف 22 ساله که چندان در مسابقه های مختلف نتیجه ارزنده هم ندارد، با جز آنه که نشان برنجی گرند اسلم رو دارد. اینجا حرکت خیلی خوبی تیمور رحیموف، وزر به او گذاری شد. چون ما اونجا یک لحظه توجه کردیم آگاهی به تیمور داده شده است. البته هر دو مربیان توصیه داده ایستادند که چگونه باید گوشتین گیرند. به هر حال تیمور رحیموف پیشرفت است، امکان دارد که یک مرتبه دیگر همان پرتافتی خوبه را به انجام رساند. خوشبختانه اینجا تیمور به حریف اجازه داد که موقعیت را اشغال کند، اما هنگام پرتافتن تیمور خود را در حال کنار گرفت، از چنگال حریف خود را رها کرد. در آسیا 2 مرتبه تنها
дар ҷоми осиё میان جوانان و نورسان همین پهلوان ازبکستانی جای اول یا مدال طلا را گرفته است. خوب اینجا حلالش باد. همین گونه رقابت زیبا را واقعا ما امروز کم مشاهده کردیم. همین گونه پرتوهای دیدنی را که زیب چنین مسابقه ها هستند امروز برای ما تیمور رحیموف نشان داد. خیلی یک پرتوفتی عالی، یک پرتوفتی خیلی خوب، پرتوفتی که امتیاز ایپان را برای تیمور رحیموف آورد و این پهلوان درخشان تاجیکستان باشد راه خود را به فینال برد. مبارک باشد برای تمام مخلصان و دوستداران گشتین میهن. الکی تیمور رحیموف در فینال است. تیمور رحیموف اشتراکچی بازی‌های المپی ورزشگر 25 ساله تاجیک برنده 3 نشان برنجی از گرند اسلم و 1 نشان نقره از گرند اسلم است. او در برابر کاگویرا کوکورو ورزشگر ناماشنا و با استعداد ژاپنی قرار میگیرد. کاگویرا کوکورو ورزشگر 26 ساله ژاپنی که قهرمان جهان است و 2 نشان طلای گرند اسلم، 2 نقره دارد. در ببینید چگونه عمل کرد جذاب در برابر کاگویرا و یادآور میشم دوستان عزیز که کاگویرا کوکورو از زمره ورزشگران است که تیلیسم قهرمانی های تدی رینر شکسته بود. تدی رینر رو در گرند اسلم پاریس شکست داده بود که تا اون مدت تدی رینر شکست نخورده بود و تیمور رحیموف بعد از 1 مدت توقف ببینید چگونه وطندار جودو رو بازی می‌دارد. یعنی در لحظه های اول بسیار فرم معمولی خود را به نمایش می‌گذارد و ببینید در اینجا صدای مربیان، هم صدای مربی تیمور رحیموف به گوش می‌رسد و هم صدای ولادیمیر یلچنینوف، یکی از فدایان جودو که در تاجیکستان واقعا سالیانی دراز کار کرده است. سالها گشتینگیران یا جودوکاران تاجیک را تربیت داده است و مخلص و فدایی هست در تاجیکستان. ببینید کاگویرا کوکورو قهرمان جهان در رقابت در برابر تیمور رحیموف بسیار کم می آید. در بسیار بخش از رقابت ها نمی تواند در برابر تیمور رحیموف مبارزه برد. تیمور رحیموف بگذار تعریف نکنه ولی خود بیننده ها شاهد هستند که چگونه دستی بالایی را دارد در برابر کوکورو. اما کوکورو هم خطرناک میتواند باشد چون که ژاپنی ها به هر هماوردی که روبرو میشوند در برابر او یک ویژگی مهارت را استفاده میکنند. ولی برای ما این هم هیجان آور است که امروز در اینجا بسیار روز زبان ها یعنی پهلوان ما را دستگیری میکنند و در اینجا صدای ولادیمیر یلچنینوف هم به گوش میرسد در برابر دیگر مخلصان و هواداران جودوی تاجیک. موقعیت برای تیمور رحیموف، اصول معمولی سراپا، هلوکی داخله یا همان اوچیمتا در مد نظر هست. 2 دقیقه پشت سر میگذرد، از لحاظ پشت سر میشود 2 دقیقه سپری میشود. از لحاظ کنترل این رقابت تیمور رحیموف پیش صف یا پیشتاز است. ببینید چگونه کنترل میکند، چگونه اداره میکند حرکات کوکورو را و این کوکورو برای 9مین طلای ژاپنی ها در این رقابت مبارزه میبرد و اگر تیلیسم پیروزی های ژاپنی ها در اینجا شکسته شود یا اینکه 100 طلاهای پیاپی ژاپنی ها شود تیمور رحیموف، این یک کارنامه واقعا با ارزش خواهد بود و نگاه جهانیان به قدرت جودوی تاجیکستان دیگر خواهد شد. دوستان عزیز با آن خاطر که کوکورو واقعا وای او چی متنه اینجا یک هلوک معمولی بیرونی بود. ببینید چگونه به اجرا در آمد. کوکورو به لرزه در آمد و احساس میکند که در برابر یک قدرت فوق‌العاده قرار دارد. ببینید به نظر برسد که کوکورو آسیب دیده باشد
و اگر به همین شیوه اوسیب هم بیند و از میدان خارج شود شاید با همان کمکاریش پیروزی به تیمور داده شود. اما کوکورو با رقابت برمیگردد تا آخرین فرصت پیروزی. نباید وطنداران جودو رو کم گرفت چون که آنها به هر شیوه، به هر نحوه، به هر طریقی که نباشد مبارزه میبرند، قدرت خود را در هر فرصت. ولی اجرای اصول پیاپی از سوی تیمور رحیموف صورت میگیرد. دوستان عزیز، کوکورو در بخش کار در زمین هم کار کردن نمیتواند. یادآورمش هم در همان سال 2019 بود اگر اشتباه نکنم که تدرینی رو شکست داد. نه پیشتر بود شاید وقت تدرینی. و دویمین کارد زد تیمور رحیموف در یک قدمی دیگر برای رسیدن به نشان طلای بازی چمپیونات آسیا هست. با سبب کمکاری کوکورو شیدو میگیرد. واقعا استعداد فوق‌العاده را در حال تماشا کردن هستیم دوستان عزیز. کل اشتراکچیان، کل حاضرین در سالن برگزاری مسابقات با این رقابت دیده می‌دوزند. کوکورو از دور گیلم خارج می شود. به همین ترتیب یک اوچیمت دیگر و کوکورو قریب بود که با تیمور رحیموف یک وزری بدهد. خیلی استعداد خوب هم به سمت چپ هم به سمت راست. این هم استعداد فوق‌العاده هست دوستان عزیز. هر ورزشکار نمیتواند در دو سمت مبارزه یک زل رقابت کند، یعنی یک قوه را در دو سمت نشان بدهد. ولی تیمور رحیموف این را اثبات کرد. تا اینجا هنوز هم تعریف نمیکنیم دوستان عزیز، چون تا ثانیه های پایانی هر اتفاق دیگر هم افتیدنش ممکن است. ولی باشد که پیروزی را ببینیم و بعد از اون وصف و ستایش کنیم در وصف تیمور. ببینید اکنون ثانیه های پایانی وقتی اساسی اجرای اصول از سوی کوکورو و چیزی هم نمی شود. کوکورو هم خسته و بیمدار شده است. 4 ثانیه تا پایانی وقتی اساسی با نزدیک شدن به هم دیگر گمان میکنم وقت یا 4 ثانیه به انجام میرسد و گلدن سکور را خواهیم دید. گلدن سکور واقعا یک فرصت هست که بسیار خطرناک، چون که اگرچه با دو شیدو کوکورو رو به باخت دارد ولی در صورت یک حمله هدفمندانه میتواند نقشه ها را کلان دیگر کند. ولی فعلا برتری بر سود ما است دوستان عزیز. با دو کارد زرد جذاب ببینید اجرای اصول از سوی کوکورو بود و تیمور هم بسیار خوب کنترل کرد همین لحظه یا همین جسته که کوکورو داشت. آغاز گلدن سکو با یک حمله کوکورو کاگویرو شروع شد. تیمور رحیموف با غرور این رقابت را شروع کرد. با غرور اگر ولی نه وزری نباید باشد، وزری نباید باشد. نوارهای تدریجی رو باید ببینن. اینجا یک قسمتی از همون قسمت خمی گویم دست تیمور با روی تاتامی زد. اما داوران چه قضاوت میکنند؟ داوران چه قضاوت میکنند؟ باشد که وزری نباشد دوستان عزیز، وزری نباید باشد و رقابت ادامه کند دوستان و یک پیروزی تاریخی را در حرفه اما وزری دادند این حمله کاگویر کوکورو رو. ببینید دوستان عزیز، گفتم که هر اتفاقی افتیدنش ممکن است ولی تیمور رحیموف اینجا دستی بالایی را داشت. اگر کار به این درجه نمی افتید در وقت معمولی کار را تمام میکرد. ولی برای کاگویر کوکورو استعداد تیمور رحیموف یک درسی بسیار تاریخی شد. او احساس کرد که تیمور رحیموف یک قدرتمند خوبی هست در برابر او، یک استعداد فوق‌العاده هست.